و ببینیم پرسپولیس آیا میتونه دوباره به صدر جدول برگرده یا نه. علیپور برای وحید امیری موقع برای ارسال توپ هست، ارسالش رو انجام میده، توپ از همه رد میشه، فرشاد احمدزاده و توپ از بالای دروازه به بیرون میره. عجب موقعیتی رو از دست دادن بازیکنان تیم پرسپولیس مساویمون. ارسال خطرناک وحید امیری، توپ از همه رد شد، خیلی راحت فرشاد احمدزاده ضربه سرش رو زد اما در چارچوب نبود. دخصوص صاحب توپ است، خود وحید امیری یه دور میزنه، اگه بتونه ارسال کنه این کار رو انجام میده و این بار هم بازیکنان پرسپولیس موقعیت دارن و ضربه دروازه برای گسترش فولاد. ربیخا میبره به سمت راست، جایی که فرشاد احمدزاده حضور داره. خود فرشاد احمدزاده در عرض حرکت میکنه. علیپور موقعیت برای گادوین منشا، حالا رو به عقب، کامیابی نیا و ضربه کرنر. ارسالش انجام میده، یه ضربه سر و باز هم توپ بیرون میره. باز هم ارسال به روی دروازه، یه ضربه سر، تو به دیرک دروازه برخورد میکنه. چه موقعیتی رو از دست داد تیم پرسپولیس تهران. این ارسال بلندی که انجام شد و ضربه سری که شجاع خلیلزاده زد اما توپ رو از دست داد. آندرانیک تیموریان حالا برای جهانبخش، خودش با توپ حرکت میکنه داخل محوطه جریمه و این ضربه که بیرامند بلند به داخل محوطه جریمه، یه ضربه سر و توپی که فرناندو دخصوص در اختیار میگیره. حرکت پا به توپ ماهینی، حالا برای فرشاد احمدزاده، ارسال توپ روی دروازه و ضربه سر که از کنار دروازه به بیرون میره. پشت محوطه جریمه موقعیت برای تیم پرسپولیس هست. 1-2 فرشاد احمدزاده، ارسال به روی دروازه، گادوین منشا و توپی که از بالای دروازه به بیرون میره. مهدی طارمی، محسن مسلمان، دوباره خود مهدی طارمی، حرکت از بازیکنان پرسپولیس، خود مهدی طارمی وارد محوطه جریمه میشه، موقع برای تیم پرسپولیس هست و توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس تهران به ثمر میرسه. پرسپولیس 1 گسترش فولاد 0. جریان بازی گل به ثمر رسید. انصافا نیمه دوم گسترش حملات زیادی رو انجام داده بود. اینجا علیپور توپ رو به طارمی داد، خودش حرکت کرد، پاس دوم رو هم گرفت و خودش دروازه تیم گسترش رو باز کرد. نتیجه 1-0 به نفع تیم پرسپولیس تهران. باز هم حرکت از بازیکنان پرسپولیس داخل محوطه جریمه و این بار مدافعان گسترش فولاد که توپ دور میکنن. دوباره یه اشتباه، موقعیت برای فرشاد احمدزاده و گل برای تیم پرسپولیس تهران. اشتباه مدافعان گسترش و در عرض چند دقیقه شیرازی تیم به هم ریخت. این اشتباه مرگبار میلاد فخرالدینی و فرشاد احمدزاده‌ای که از 6 قدم دروازه تیم گسترش رو باز کرد. حالا باز هم محسن مسلمان پاسش رو میندازه برای طارمی، باز هم حرکت بازیکنان پرسپولیس. مهدی طارمی وارد محوطه جریمه میشه و گل سوم رو هم بازیکنان پرسپولیس به ثمر میرسونن. نتیجه بازی 3-0 میشه. پاسی که انداختن، ادسون هم جا موند و ضربه طارمی که دروازه رو باز کرد. یه پاس خوب برای خالقی فر، به توپ میرسه، تک به تک با دروازه‌بان و توپی که گل نمیشه. خیلی حساسی بود اینجا، حرکت کرد، بین‌الملل هم از پیش رو برداشت اما ضربش اصلا جالب نبود و توپ